پیامبر در این سال همراه هزاران نفر برای انجام مناسک حج از مدینه به طرف مکه حرکت کرد. این سفر رسول خدا حجة الوداع، حجة السلام و حجة البلاغ نامیده می شود. در این ماه علی بن ابی طالب برای تبلیغ اسلام در یمن بودند و هنگامی که از تصمیم پیامبر برای سفر حج آگاه شد، همراه عده‌ای به سمت مکه حرکت کرد و پیش از آغاز مناسک حج به رسول خدا پیوست. مسلمانان حج‌گزار در 18 ذوالحجه به قدیر خم رسیدند و پیش از جدایی اهالی شام، مصر و عراق عرب از جمعیت به فرمان پیامبر در این مکان دور هم جمع شدند. چه شده؟ میگویند وحی نازل شده. در این مکان از زین و یراق شتران سکویی فراهم شده بود تا پیامبر بر روی آن خطابه ایراد کنند. در میان همه حاضرین پیامبر بر بلندای سکو ایستاد و در کنارش علی قرار گرفت. حمد و ستایش مخصوص خداوند است و از او یاری می‌خواهیم. و اما بعد خداوند ولی من است و من ای امت ولی مؤمنینم و من به ولایت شما سزاوارتر. خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داد که به زودی به سوی او فراخوانده می شود. من پیش از شما در کنار حوض کوثر حاضر می گردم و شما در کنار آن بر من وارد می گردید. پس نیک بنگرید که پس از من چگونه در مورد ثقلین رفتار می کنید. ثقل اکبر کتاب خداست و ثقل دیگر اطرت من است. ای امت من، آیا من از خود شما به ولایت شما سزاوارتر نیستم؟ پس هر کس که من مولای اویم، این علی مولا و امام اوست. من کنت مولا فهذا علی مولا. دیدی محمد چه کرد؟ به یقین دیوانه شده. درست است که با این حرف محمد خلق و ناس با علی بیعت خواهند کرد، اما به خدا سوگند نخواهیم گذاشت علی آن که او میخواهد خلیفه مسلمین شود. من کنت مولا فهذا علی مولا. خداوندا دوست بدار و سرپرستی کن هر کس را که علی را دوست بدارد و او را مولای خود بداند. دشمن بدار هر کس را که او را دشمن بدارد و یاری نما هر کس را که او را یاری نماید.